خب سلام دوستان، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز با بررسی قسمت دوم سکه‌های زندیه در خدمتتون هستیم. همینطور که درخواست داده بودید قسمت دوم رو بررسی میکنیم و امیدوارم که لذت ببرید. بدون معطلی بریم سراغ اولین سکه مورد نظرمون. خب یک سکه داریم از ضرب تبریز، $400 ازش گذاری شده. ببینیم این سکه رو. $400 معادل 385 یورو از دوره کریم خان زند و 2.71 گرم وزن داره. ضرب تبریز هست. این سکه بسیار با کیفیت، با اصالت. ببینیم سکه رو. همونطور که پشت سکه مشاهده میکنید نوشته شده ضرب دارالسلطنه تبریز، بالاش یا کریم نوشته شده که حالا به معنای بخشنده هست. سال 1186. چقدر سال ضربش کامل مشخصه و ما از دوران زندیه به بعد این سال ضرب رو در قسمت پایین زیر گراور مرکزی سکه تا به امروز میبینیم. یعنی امروز روز هم شما میبینید مثلا سال 1404 یا سال 1385 دوره جمهوری اسلامی ایران یا دوره پهلوی یا حتی دوره قاجار تا زندیه دقیقاً تاریخ ضرب سکه به پایین گراور نوشته میشده به صورت عددی. ما به قبل یا به صورت حروف بوده یا داخل متن نوشته میشده و به این شکل نبوده. روی سکه خب سکه لا اله الا الله محمد رسول الله رو مشاهده میکنید، علی ولی الله. پشت سکه ضربخانه دارالسلطنه تبریز، سکه دو دور گراور داره، کاملا با اصالت هست و به این صورت. همونطور خدمتتون عرض کردم سکه‌های دارالزندیه هم به دو قسم تقسیم میشن از لحاظ تنظیم دیزاین خطوط. یا از خط نستعلیق استفاده میکنن یا خط کوفی، چیزی که از دوران صفوی به بعد از خط نستعلیق استفاده کرده بودن. مجددا از همون سکه قبل از کریم خان زند ضربخانه تبریز ببینیم. این سکه به فروش نرفته. 240 تا 300 دلار ازش گذاری شده. 2.72 گرم وزن. تبریز سال 1182. دوستان ببینید ضربخانه الان سکه‌های متعدد رو که میبینید یک وزن دارن. این به خاطر که خب ضربخانه یکی است و باید یک ضرب داشته باشه، نمیتونه غیر از این باشه. ضربخانه تبریز سال 1186 و روی سکه که لا اله الا الله محمد رسول الله. پشت سکه ضرب دارالسلطنه تبریز یا کریم در بالا و به این صورت. این کنگرهایی که میبینید چون داخل در واقع کابر هست به این شکل در اومده، مگر نه سکه همون گردی خودش رو داره. گرابر خطی، گرابر نقطه‌ای بر روی سکه. پشت سکه هم که فقط گرابرهای خطی رو داریم به صورت دو دور کار شده. سکه کاملا با اصالت هست و تردیدی در اصالتش نیست. احتمالاً ببینید یکی از مشکلاتی که داره بحث ضرب روی نقوش هست. ببینید تصاویر هم از نزدیک ببینید میزان فرسایش انسانی، فرسایش‌های طبیعی که خیلی تاثیرگذار نیست چون سکه خیلی عمری نداره. 300 400 سال خیلی زیاد نیست برای فرسایش طبیعی، ولی فرسایش انسانی رو خیلی راحت میتونید ببینید. اون فرسایش طبیعی هم اثرگذاری داره، اثرگذاری خودش رو میذاره. داریم روی سطح هم داریم، ولی نه به اون صورتی که فرضاً روی سکه‌های دوران اوایل اسلامی، دوران ساسانی یا دورای ما قبل‌تر میخواد در واقع بذاره. جنس هر دو سکه ضربخانه تبریز طلا بود. خب مجددا از کریم خان زند ضربخانه رشت و ببینیم این سکه رو. $110 معادل 106 یورو ارزش گذاری شده با لقب دارالمرز. یک نمونه بسیار محبوب از رشت. ضرب دوره کریم خانی 75 تا 100 دلار ارزش گذاری اولیه بوده. ببینیم از خط نستعلیق استفاده شده. بر روی سکه میتونید مشاهده بکنید. پشت سکه دارالسلطنه رشت رو داریم، بالا یا کریم درون یک ستاره تزئینی کار شده و بر پشت سکه گراور نداره. روی سکه هم همینطور گراور نداریم، فقط نقش رو داریم و به زیبایی هرچه تمام‌تر کار شده. میتونید ببینید اینجا بسیار زیبا هست. ضربخانه رشت جزو نمونه تزئینات بسیار زیبای مسکوکات دوران زندیه رو در واقع برای خودش داشته و ضرب‌های جالبی رو در بر داره. بعدیش ما از ضربخانه دارالعباده یزد داریم یک سکه 2.72 گرمی. ببینیم سکه رو. $400 معادل 384 یورو ارزش گذاری شده. 2.72 گرم وزن داره. 22.5 میلیمتر قطر داره. از محمد کریم خان و مربوط به سال 1164 تا 1193 هجری قمری. از دارالعباده یزد از مجموعه الکساندر کریستوفر. $200 قیمت اولیه بوده که در نهایت $400 به فروش رفته این سکه. ببینیم خب اینجا ضرب دارالعباده یزد داریم. حالا یا دارالسلطنه هستن یا دارالعباده، حالا نمونه‌های مختلفی هست که حالا اینجا دارالعباده رو داریم. در خیلی از سکه‌ها هم که دارالسلطنه رو داریم نمونه‌اش رو دیدیم بارهای متفاوتی و دقیقاً مثل دیزاین ضرب مسکوت رشت در دوران زندیه این هم به همون دیزاین هست. در یزد گرابر خطی داره با این تفاوت و روی سکه هم ما خط نستعلیق رو داریم و شعر معروفی که نوشته شده
و براتون در قسمت قبل این شعر رو ترجمه کردم و خوندیم که با چه معنای بسیار زیبایی بر روی سکه نوشته شده. فرسایش‌ها کاملا طبیعی هست، فرسایش‌های انسانی کاملا وجود داره. جنس سکه طلا هست با اصالت، هیچ تردیدی بر اصالت سکه نیست و کاملا میتونید این سکه رو به عنوان یک شیء با اصالت با قاطعیت معرفی کنید. ببینید سکه رو فوق العاده است. خب سکه بعدی از دوران زندیه داریم، ضربخانه اصفهان. ببینیم این سکه رو. دوستان خدمتتون عرض کنم تمامی این سکه ها در سال 2025 یعنی همین امسال به فروش رفته. مثلا این 17 ژانویه 2025 بوده. قیمت هایی که میبینید همه به روزه. این سکه $40 معادل 39 یورو ارزش گذاری شده از پادشاهی کریم خان، ضربخانه اصفهان. این سکه 2 برگ عباسی که به عنوان نمونه از این سکه جذاب است و حالا توضیحات خاصی داده نشده. 60 $100 ارزش گذاری شده. ببینیم این سکه رو. بله بالا یا کریم نوشته شده بر پشت سکه دارالسلطنه اصفهان. کاملا میتونید ببینید. ببینید الان اینجا تمام دیزاین ستاره‌ای رو داره. هم گراور خطی داریم هم گراور نقطه‌ای. مثلا روی ضرب سکه‌های یزد فقط گراور رو که داشتیم، گراور خطی رو داشتیم. توی اصفهان گراور خطی نقره‌ای رو داریم. توی رشت نه گراور خطی داریم نه گراور نقطه‌ای. میتونید دقت بکنید دیگه. اینجا هم سال در واقع سال 1182 که ضرب شده. روی سکه با خط نستعلیق شعر معروف نوشته شده و میتونید ببینید بسیار زیباست. دوستان برخی از تحلیل های اولیه رو من تو قسمت اولی انجام دادم دیگه، نیاز به تکرار نیست. اگر علاقه‌مند هستید حتما قسمت اول این بررسی سکه‌های دوران زندیه هم ببینید، چون برخی از المان ها داشته اونجا صحبت کردیم. اگر هم قسمت قبل رو دیدید دیگه با نمونه های بیشتر مواجه هستید که امیدوارم لذت ببرید از بررسی این نمونه ها. سطح سکه کاملا فرسایش یکسان هست که اصالت سکه رو میرسونه. شما میتونید ببینید هم بر روی خطوط و هم بر روی سطح بستر فلز. بارها راجع به این موضوع صحبت شده. شما اگر قرار شما فرسایش در واقع سکه رو ببینید باید دو قسمت رو نگاه بکنید، یکی بر روی متنی که نوشته شده، یکی بر روی سطح، و بعد فرسایش طبیعی در واقع سطح متن موجود بر روی سکه و سطح بستر سکه یکسان باشه. یعنی وقتی میگیم بررسی فرسایش سکه منظور این دو سطح هست، باید با هم دیگه بررسی بشه، مقایسه بشه و در نهایت ببینید به چه صورت این موضوع وجود داره. خب سکه بعدی مجددا از کریم خان داریم از ضربخانه مازندران. ببینیم این سکه رو. $100 معادل 97 یورو از سال 1180 هجری قمری، ضربخانه مازندران کریم خانی. و ببینیم این سکه قیمت اولی هم 60 تا $100 بوده. بله بر روی سکه که ما خط نستعلیق رو داریم و شعر معروفی که بر روی تمامی سکه های روی اکثر سکه های دوران زندیه نوشته شده با دیزاینی که در واقع برای خط نستعلیق استفاده کردن. پشت سکه ضرب مازندران هم میبینید که حالت کنگره‌ای دار هست، گراور نداره و نوشته شده ضرب دارالسلطنه مازندران به زیبایی هرچه تمام‌تر. دیزاین هایی که در دل متن هست فوق العاده است و ضرب سال 1180 که میتونید مشاهده بکنید اینجا نوشته شده، واقعا فوق العاده است. میتونید ببینید دیگه 80 این پایین نوشته شده، 1100 یعنی 11 اون بالا نوشته شده، 80 پایین 1100 اونجا نوشته شده، 80 پایین ضرب. و اینجاست که میتونید حالا سال ضرب رو به این صورت بخونید. جنبه های زیبایی شناسی داره. یه موقعی اگر اعداد رو کنار هم دیگه نمی نوشتن یا در واقع مثل اینجا خیلی از لحاظ زیبایی اومدن کار کردن. سکه‌های مازندران سکه‌های دوران زندیه ضرب مازندران فوق العاده هستن، بسیار زیبان. ببینید چقدر زیبایی سکه رو چندان کرده ضرب مازندران. خب مجددا ضرب رشت رو داریم. $80 ارزش گذاری شده. ببینیم سکه رو. $80 معادل 78 یورو از کریم خان، ضربخانه رشت. 60 تا $100 قیمت اولیه بوده. ببینیم سکه رو. روی سکه خب به نسبت فرسایش زیاد هست، خیلی خطوط از بین رفته، ضرب هم خوب نبوده به نسبت. پشت سکه هم به همین صورت دارالسلطنه رشت داریم. اینجا میتونید سال ضرب رو بخونید. اینجا با توجه به توضیحاتی که بهتون دادم باید خیلی خوب راحت بتونید سال ضرب رو بخونید. حالا کنار هم نوشته نشده باز هم، ولی اینجا میتونید ببینید مثلا 3 تا از اعداد جای دیگه، یکی جای دیگه و به راحتی قابل خوندن اگر هست براتون توی کامنت ها برام بنویسید که شما هم درگیری موضوع بشید و بتونید با تکرار این جریان یک آگاهی نسبی بتونید پیدا بکنید. ببینید گراور نداره ضرب رشت، گراور نداره ضرب یزد، یک گراور خطی داره. ضرب مازندران گراور خطی و گراور نقطه‌ای رو داره در خیلی مواقع. حالا به این صورت بسیار زیباست. این هم بر روی سکه قسمت فرسایشی و قسمت متنی و زندنده سکه.
مجددا از زرابخانه تبریز یک سکه بسیار جالب رو داریم. جنس نقره هست. ببینیم سکه رو. $40 معادل 39 یورو ارزش گذاری شده. کریم خان زند، زرابخانه تبریز. و ببینیم متاسفانه نزده. ببینیم چقدر وزن داره. 60 تا $100 قیمت اولیه خورده، ولی حتی زیر قیمت اولیه به فروش رفته. $40 $39 که واقعا قیمت پایینی هست برای این اثر. جنس نقره هست. بر روی این سکه هم از خط نستعلیق استفاده شده، بسیار زیباست. لا اله الا الله محمد رسول الله بر روی سکه نوشته شده و پشت سکه هم مشاهده می‌کنید ضرب دارالسلطنه تبریز بسیار فوق‌العاده است. ببینید اینجا نگاه بکنید، دقیقاً میتونید ببینید چه زیبایی این اثر خلق شده. یه مقدار متفاوته. قسمت مثلا ببینید گراب متن‌های لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله یک مقدار متفاوته، ولی خب زیباییش رو بیشتر کرده. متن مقدار بزرگتر نوشته شده. فرسایشش خیلی زیاد بوده. تا جای خوبی نگهداری نشده و میبینید که فرآیند اکسیداسیون و سطح نقره خیلی زیاد بوده، از بین رفته، ولی از لحاظ ضربی بسیار جالب و زیبا بوده. پشت سکه گرابر خطی و نقطه‌ای رو داریم. روی سکه هم فقط گرابر خطی است. خب سکه بعدی از دوره کریم خان زمان محمد حسن خان ضرب شده. این سکه 41 یورو ارزش گذاری شده. ببینیم 41 یورو معادل $42 آمریکایی. قیمتش شروع 5 یورو. واقعا هیچ در نظر میشه گرفت. ایران آذربایجان گنجه عباسی سال 1776 هجری قمری 3.3 گرم وزن داره به نام کریم خان. در زمان محمد حسن خان این سکه ضرب شده. بسیار زیباست. یا کریمی که در بالا نوشته شده بله ضرب، و یا صاحب از زمانی که نوشته شده بر روی سکه. پشت سکه به همین صورت وزن سکه به نسبت سکه کوچیک هست. گرابر خطی، گرابر نقطه‌ای بر پشت سکه داریم. و ببینید اینجا این قسمت میتونید ضربخانه‌اش رو بخونید، شما هم توی این قضیه شریک بشید. بالا که نوشته شده یا کریم، خب این قسمت هم پایین که نوشته شده ضرب. و شما باید چی داشته باشید؟ شما فقط باید یک در واقع اسم داشته باشید اینجا که اگر بتونید بخونید توی کامنت ها برام بنویسید، باید جالب باشه. خیلی خوب، میام جنس نقره داشت. بریم سکه بعدی هم ببینیم. سکه بعدی هم زمان محمد حسن خان ضرب شده. سکه حدودا 86 یورو به فروش رفته. ببینید سکه رو. 86 یورو معادل $88 از ایران آذربایجان. گنجه علامت تجاری رجا. حدوداً 2.93 گرم وزن داره. دوره کریم خانی زمان محمد حسن خان. و به این صورت ببینید سکه رو. روی سکه هر دو از خط نستعلیق استفاده شده. گرابر خطی، گرابر نقطه‌ای بسیار زیباست. خب یا صاحب زمان برای سکه نوشته شده. اینا دیگه این مقدار سکه ها جدیدتر هستن، خیلی مدرن تر در واقع ساخته شدن تا به سبک دورای قدیمی تر. یک مقدار تغییر تحولاتی رو داشته. اینجا ضرب داریم، ضرب آذربایجان رو داریم. سکه بسیار جالب. و یا کریم در قسمت بالا داریم گرابر خطی و گرابر نقطه‌ای. دیزاین بسیار فوق العاده است. ببینید اینجا سال 1109 رو میتونید راحت اینجا ببینید. 1109 که بالا زده شده کاملا مشخص هست با توجه به توضیحاتی که از قبل بهتون دادم. اینجا هم که قسمت ضرب رو دارید، محل ضرب رو دارید و در واقع تزئینات اسلامی، تزئینات هندسی که برای حاشیه نگاری این متن استفاده کردن زیباست. که به نسبت فرسایش خیلی زیاده، که از دلایلی که قیمت‌های خیلی پایینی دارن به خاطر فرسایش زیاد. و قاعدتا نباید یک سکه‌ای که عمر زیادی نداره، فرضاً 300 400 سال، این میزان فرسایش داشته باشه، چون خیلی سکه از این موارد توی کلکسیونرها بیش توی کلکسیون‌ها هست که بسیار با کیفیت ترن. آخرین سکه باز هم مربوط به زمان محمد حسن خان هست. ایران آذربایجان گنجه. ببینیم سکه رو. 54 یورو معادل $55 به فروش رفته. 3.4 گرم وزن داره به نام کریم خان. مربوط به زمان محمد حسن خان. 5 یورو قیمت اولیه‌اش بوده. ایران آذربایجان گنجه عباسی. و ببینیم سکه رو. سال 1000 این قسمت گرابر خطی، گرابر نقطه‌ای رو داریم. پشت سکه هم نوشته شده. ضرب گنجه یا کریم در بالا رو داریم. گرابر خطی و گرابر در واقع اسلیمی رو داریم. خیلی جالبه. گرابر نقطه‌ای رو داریم. اینجا هم 1193 سال 1193 سال ضرب این سکه بوده و به این صورت سکه بسیار زیبایی هست. جنس نقره. خب در نهایت این سکه بسیار زیبا هم از ضربخانه یزد داریم. بسیار فوق العاده است. ببینیم سکه رو. به فروش نرفته. مربوط دوران کریم خان سال 1188 هجری قمری. سلسله یزد، سلسله زندیه از محمد کریم خان. محل ضرب یزد هست. جنس طلاست. قطر 23 هست. وزنش رو نمیبینم زده باشه اینجا. 200 یورو هم قیمت اولیه بوده، ولی خب به فروش نرفته. خب بر روی سکه ما همون شعر معروف دوران زندیه رو داریم و گرابر نقطه بسیار زیبا در دو ردیف کوچک و بزرگ رو داریم. به این قسمت پایین میتونید ببینید قشنگ زیبایی این دو گرابر رو که دور تا دور سکه
ایراد میشده فرسایش خیلی زیاده، اینا فرسایش توی دست خیلی زیاد بودن و طلا به خاطر نرمی و جنس فلز سکه خیلی مورد فرسایش قرار میگیره، چون خیلی زیاد توی دست چرخیدن شما امروزه اینقدر فرسایش رو میبینید، مگر دلیل نداره یک سکه که حالا عمر زیادی نداره میزان فرسایش داشته باشه. سال 1188 پایین نوشته شده ضرب دارالسلطنه یزد رو داریم، این پایین سال ضرب زده جنس طلا. یا کریم رو در بالا داریم و دارالسلطنه یزد محل ضرب. این سکه بسیار زیبا هست که به فروش هم نرفته، لبه ها رو ببینید مقدار فرسایش داشته، از بین رفته و به این صورت. خیلی خوب دوستان، امیدوارم که بررسی سکه‌های دوران زندیه هم براتون مفید واقع شده باشه. لایک ویدیو فراموشتون نشه، کامنت حمایتی برام بذارید. حتما هر دوره‌ای که مد نظرتون هست رو بگید که براتون سکه‌هاش رو بررسی بکنم از حراجی‌های مختلف. سکه‌های دوران زندیه از این حراجی رو دیدیم و قیمت‌های بسیار مختلفی به فروش رفته بود. سکه‌های جنس طلا بود، نقره بود و نمونه‌های بسیار متفاوت. امیدوارم روز روزگارتون خوش باشه، همین که یک مقداری بتونم بهتون کمک بکنم که در این خصوص آگاهیتون بیشتر بشه برای من رسالت خیلی بزرگی داره و آرزوی سلامتی برای یکایکتون دارم. روز روزگارتون خوش باشه، موفق باشید و خدا نگهدارتون باشه.